کدام زنی که این سنش متعلق به مادرها دارد و خواهرها دارد، کدام عورتی که کدام زنی که در ماه شریف رمضان شوهرش خشنود بسازد. شوهر خشنود ساختن چی است؟ بر وقت پیش از شام طعام تیار کنه، باید زن دسترخوان کشاده کنه، در بالای دسترخوان همه نعمتها را تیار کنه، همه دختر و پسرش در سری دسترخوان جمع شود، شوهرش قطعی انتظار بیستن تا وقت شکویدن روزه. خداوند جل جلاله در این حال به فرشتگانش خطاب میکرده است که ای فرشته های من، وقتی که آدم خدا گفت خلق کنم، فرشته ها راضی نبودن، گفتن خلقش نکن، این خونی بنا حق میرزه، این زنا میکنه، این گناه میکنه. خدا میگه ای فرشته ها نگاه کنید، همه نعمت ها در پیش بنده من تیار، اما به خاطر من از سحر تا بیگاه گرسنه ایستادگی، تشنه ایستادگی، به خاطر من از این نعمت ها استفاده نمیکند. نگاه کنید خداوند به فرشته ها امر میکرده است در همون حالتی که همه ناز و نعمت تیار باشد، بنده اهل خانواده عائله دستها بردارن دعا کنن، هر دعایی که کنن صادقانه باشد، خداوند جل جلاله دعای اونها را قبول میکند. این هم یک نعمت برای ما و شما هست.